فراغت ایام‌الدین‌زاده شوهرش را 8 ماه پیش در مناقشه مرزی از دست داد و تا به حال نمی‌تواند این فاجعه را فراموش کند. وی با اهل عائله‌اش در دهه باغستان جماعت چلگزی شهر اسفره در نزدیکی دهه قرغیزتباران زندگی می‌کرد. صبح 16 سپتامبر سال 2022 شوهر فراغت حیاتجان حییتوف هنگام کوششی به جای امن کوچانیدن عائله‌اش کشته شد. فراغت ایام‌الدین‌زاده دهشت آن روز را به یاد می‌آورد. همان زمان تیرپرانه یا ویها یک سالداد بود. به فکر من یک سالداد بود و نمون سرکره پانی به ایست انداختن سرکر. در این حال فقط شوهرم به تیر رسید دیگه. یکون همین ما هر 5 ماه بودیم کنو همین ما سالمی یک شوهرم تیر رسیده. هنگامی که تیر رسیدن به خودشون یک کرده درونی ماشین فرد آمده درونی خانه و خودشون گیته همون که غلطیدن که دست دادم. تا مرگ شوهر آنها نتوانستند مسئله منزل زیست را حل کنند و برای خود سرپناه سازند. پس از کشته شدن شوهر، فراغت با پسر 2 سالش دوباره به کلبه فقیرانه پدریش برگشت. کلانی دادر منده 4 فرزندشونه. ما بینانگین 3 فرزندشونه. من این خوردین 1 فرزندشه. که همه یه زندگی خودش تاکه اینها من کشاله کرده تاکه من وای میکنه. که من بم میشینی این کلان شود فرزندی من بم جا در کار فرزندی من بم وای در کار. دولت به فراغت به خاطر هلاکت شوهرش در جنگ مرزی 200 سامانی ماهانه نفقه تعیین کرده است. مقامات محلی وعده دادند که یک زمین نزد حوالگی بدهند، ولی فراغت میگوید در زمین خالی امکان برداشتن خانه را ندارد. حالا در زمین پدریش دهقانی و چارواپروری میکند. فکری آیلدار شویم همین که گویند نصیب میداند تقدیر نصیب میداند آینده شاید که شود شاید که حالی فکرش هم کرگیم نه یا که فقط حاضرش بیم فکری همین فرزندم کلان کرننده نبیا اینجا و پس نمیترسیتم برویتم گفتن. تنها فراغت نیست که رنج بیشوهری میکشد. مولوده عباسова هرچند خانه و در دارد و فرزندانش خانه به در شدند، ولی در محله مرزی دهه سامانیان بدون شوهرش برای زندگی کردن احساس ناامنی میکند. بعد آن حادثه همسری عالمجان عباسov میگوید تقریبا به این محله نمی آید و در خانه فرزندان و خویش و تبارش روز میگذراند. تنها مونده فرزندای من بی پدر شده. سرسان شده امده اینجا زندگی کنی و تنها میترسم. به گفته مقامات رسمی در سال گذشته در مناطق مرزی شهر اسفره 6 درگیری مسلحانه رخ داده و هر یکی آن چندین زخمی و کشته شدگان را بر جای گذاشته است. عبداللطیف شریپوف راننده یاری تعجیلی شب 29 ژانویه سال 2022 هنگام کوشش کمک به مجروح شدگان کشته شد. مرگ او همسرش عنایت حلیمووا را بیماری قند ساخت. جمع شد دستوی نیتخان اما همونجا برفتیم دعا کن گفتم منم ایسونمو رفته بید گفته دعا میکرد همینجا که میگذاشتم سیگنالشان رو سر دادم گذاشتم که من گذاشته وسیم گفتم همون روز بایم آمدگی سیگنالشان بلند بود گذاشته برم ایسونمو رفته بید دیگه گفتم ندانستم که بایم مردگی بودیم یک خودم خواننده. عبداللطیف شریپوف 62 سال داشت و 10 سال آخر حیاتش را به کشاندن بیماران صرف کرده است. بعد درگذشت عبداللطیف مقامات به خانواده او کمک مادی و معنوی رساندند و یک محله در اسفره به افتخار او نامگذاری شد. بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز ادامه دارد و به گفته طرف‌ها تا حال زیاده از 600 کیلومتر یا 70% آن معین شده است. بخش دیگری سرحد هنوز معلوم نیست. نامعینی و دعواهای تاجیکستان و قرغیزستان بر سر زمین و آب و چراگاه هر چند وقت در روستاهای نزد مرزی باعث به درگیری می شود. بر اثر مناقشه ها تاکنون از دو جانب ده‌ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بیخانه و در شدند. هر دفعه برای شروع جنگ و تلفات کشورها یکدیگر را عیبدار می کنند.
ولی ساکنانی که پیوندان خود را در این حادثه ها از دست دادند خواهان هرچه زودتر برقرار کردن مناسبت های دیپلماتی بین این دو کشور هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.